این بود رقابت اول دوستان عزیز که ما در یک جای آنها را دیدیم و اکنون میگذاریم بر رقابت دوم که رقابت دوم بسیار هم رقابت دیدنی است، چون که در آن نماینده جمهوری تاجیکستان میبراید، نماینده که البته عنوان قهرمان آسیا را دارد. این هم باشد انور یونوسوف است که سال 2000 اگر خطا نکنم سال 2012 یا 11 بود که عنوان چمپیون آسیا را به دست آورده بود و ماس بله 2012 هم پیش از بازی المپیک بود، چون که ماس بعد از به دست آوردن همون مقام عنوان آسیایی او توانست که چند ماه پس در بازی المپیک شرکت ورزد. سال 2008 انور در یک جایگی با جهان قربانوف هنرش به همتا بود در بازی المپیک پکین و توانستن هر دو البته این است انور و هر دو مقام پنجم را کسب کردند که در بازی المپیک پنجم جای این مقام ارزنده است. خب رقیبی است از ترکیه، من این نماینده ترکیه را میبینیم بسیار مشکل است. فدراسیون بوکس تاجیکستان برای ما باز کردن که در مقابل با ترک داوران بسیار احتیاط کننده باشند، به خصوص برای انور لازم است که همون به قول دیگر تمامی هنری خیش رو برای پیروزی انجام دهد. انور همین چهره که دوستان عزیز ما را می‌بینیم این انور است. انور تغییر وزن کرده است، قبلا 56 کیلو بود، اکنون بعد از اندکی فربهی شاید باشد این 60 کیلو را اشغال می‌نماید. خب جاست بعد از چند از رقابت آغاز می‌گردد تا لحظه‌ای که این رقابت آغاز می‌گردد من می‌خواستم بگویم که انور در 3 رقابت که قبلا پیروزی را به دست آورده بود. سر اول نماینده ترکیه را ما می‌بینیم که به میدان واریگردید و از کنج کبود باشد. نماینده تاجیکستان این رقیب انور است، ولکان گوکسک. ولکان نماینده ترکیه است، نمایش می‌دهد کاپا یا دوستان کاپا را فراموش نکرده است و انور باشد که البته تجربه خوب دارد نشان می‌دهد. بلو کورنر از کنج کبوت است انور و عباس مربی و میرزا شمسی میباشد که میرزا را در اینجا می‌بینیم، اما عباس نیز حقوق مربیگری را دارد، چون که عباس نعمت الله فیک است نفران است که فرزندی او البته هنرش را در اینجا نشان داد. سر افسوس که به این دور نآمد. خب چی است؟ ببینید انور این فرمی که انور دارد، یعنی همون به شکلی که انور وارد بگردد چنین است، یعنی همون شکل انور وارد میگردد، خود را حمایه میکند. ببینید ضربه انور مستقیم از طرف دست چپ و راست به ثمر میرسد، خود را خوب حس میکند. انور باید با شتابکاری نگذارد. در مقابل او ترک است، این ورزشکاران ترکی در آذربایجان موقعشان بلند است. با این خاطر برای انور لازم است که تنها و تنها آرام باشد و البته هم آرامی هم زیرکی را از دست ندهد، چون که زیرک شدن است برای انور لازم است که بعضا ضربه است که البته با او امکانیتی کمتر میدهد. خب چی است؟ انور مبارزه میبرد. این انور یونوسوف از دوستان عزیز باید امروز از جانب کمیته های داخلدار نسبت چنین ورزشکاران تجربه دار بیشتر توجه کرده شود، چون که امروز ما هستند ورزشکارانی که امروز انگوش شمارند برای به دست آوردن رقابت بازی المپیک لازم هستند، از جمله دلشاد نظرف، رسول باقیف که او را هیچگاه تاریخی گوشتین فراموش نمیکند. کامران شاهی استاپیریان در اصل کامران مهارتش بلندی او را ما نمیتونیم فراموش سازیم. این از جمله آنها این انور میباشد، انوری که امروز قابل است و قادر است ضربه زدن برای او. البته در اینجا چه از پیش از جانب ولکان است دوستان عزیز. خب این را ببینید در یک جایی اگر انور موفق گردد در پیروزی با این ورزشکار ما شتاب نمیکنیم و پیش نمیگذاریم، اما در حالت پیروزی این راختی چهارم به طور رسمی، یعنی به قول دیگر میگویند که مهنتی است که در همون خزینه ورزشی جمهوری تاجیکستان یعنی با این مدال وارد میگردد. خب بعدا همچنین دیگر امتیاز ها برای شیناوری و دیگر نمودها است که البته امتیاز هنگامی که امتیاز شد جای
در امان است. اما اون چیزی که با مهنت به دست میآید، با زحمت، با تجربه به دست میآید، از دست دادنش خیلی مشکل است. یعنی به دست آوردنش هم مشکل و از دست دادنش هم مشکل است. پس ما همیشه طلبکار همین راحت های مهنتی هستیم که قبل رسوا در دوام میگویند. خب بگذارید ببینید انور در مبارزه خیلی هم خوب بود. در اینجا آمده ترک نیست، یک دو ضربه قوی خویش را نشان داد. اما ولکان چی است؟ تنها و تنها راوند اول الکه مایان میسوزد که کی رو بیشتر خب خال میدهند، یا انور را یا ولکانی ترک را. عباس در اینجا یک مطلویف برای انور مصلحت میدهد که باید ضربه زند، باید هنر خویش را نشان دهد. خب چی است اینجا؟ حالت تکرار رو ما بینیم که ببینید اکنون در حالت تکرار نشان دادنی ضربه هایی که هم از جانب انور بود هم از جانب رقیب خیلی خوب به مشاهده میرسد. انور رو خلهای خوب دادن. پس امید است انور، ما شتاب نمیکنیم حالا در پیش ما رو همچنین رقابتی پرزورتر است. یعنی دو راوند دیگر انتظار است. پس برای انور لازم است که چون راوند اول رقابت خیش رو پرزورتر نماید. دوستان عزیز، با طور رسمی ما اینا نمیکنیم، ما شتاب نمیکنیم. بعد از دو راوند البته ما از بقدری اگر بگویم بقدری میتوانیم انور را تبریک کنیم، اما حالا بر وقت است. حالا وقت است نفرانی که در من فکرم سر خان نشستند ما رو تماشا میکنند. دوستان عزیز، ما مستقیم هستیم از شبکه ورزش است، شبکه که امروز برای شما امکانیت داده است چون این رقابت های جدید را تماشا کنید. پس حلاوت برای دو از دیدن چون این رقابت ها به خاطر ورزشکاران جمهوری تاجیکستان کفکوبی نماید. تنها و تنها مخلصی شما همدیران عزیز برای ورزشکاران تاجیک لازم است. پس بیایید راوند دوم را با توقف اینجا که نماینده ترک لعب برداشته است در یک جوگی ببینیم. انور ضربه هایش قوی است. این انور است که دو مرتبه من میدونم که در بازی های المپی شرکت ورزیده است و همچنین در بازی های آسیا نیز شرکتش خیلی هم باورار بود چندین مرتبه. وقتی که ما در بازی های المپی لندن آمدیم سال 2012 هم با انور هم صحبت بودیم. انور بسیار با قلدگر یک فرمای خوب بود، یک آمادگیش به نهایت پرزور بود. پس از چی باشد که من نمیدونم، ورزش است، بعضا حالات ها میشود که این شخص با چنین ناکامی دست مییابد. اما برای انور خود را خوب بریده ایست میکرد، میگفت که من جایزه دار میشم. اما صد افسوس عباس این انور را مصلحت میدهد. ببینید انور تجربه همانو تجربه خوبه. من برای شفقت جانی سخن ندارم دوستان عزیز. اگر کسانی که ما را تماشا کرده باشند قبلا یک تخمینا 3 ساعت پیش یا 2-3 ساعت پیش در اونجا همچنین ورزشکار دیگری جمهوری تاجیکستان است، شفقت جان خیلی مهارتش بلند بود، حتی یک نوبت رقیب را به نکاوت فرستاده بود اما ندادند. خب باکی نیست، انور است دوستان عزیز. انور رو میبینیم ضربه میزند، ضربه های خویش را مستقیما جیب به قول دیگر در عباره های باکس موجود است. برای انور امکانیت پیدا میکند از سمت چپ هوک برای او یعنی میسر میگردد. باز جیب کراس هم استفاده میبرند. اما ببینید که انور من از انور میخواستم که ببینم ولکان را که ترک است و در اینجا بسیار هم مشکل است با این ورزشکار. من از جهتی چی میگم مشکل است از جهتی که در اینجا داوران نیست. نقش من به خدا نگفتم که داوران نقش کلیدی بازی میکنند. پس برای ورزشکاران تاجیک امروز بارها من گفتم که داوری درجه بین المللی برای ما چون آب و هوا لازم است. امروز چون این عباس با فکرم گفته های مرا نیز تصدیق میکند. خب امروز باید ورزشکاران تاجیک داوران درجه بین المللی داشته باشند. امروز سرپرستان بننگ و ناموس باید ورزشکاران تاجیک را سرپرستی نمایند چون که آنها پرچم بردار این ملت این کشورند.
این خاک و این مرزن نه در پشت سر ضربه زدن من است. این را باید بارها برای والکن ابراز نماییم. والکن از باکس واقع پوشی، پس ضربه در پشت سر انور را روانه بین. ببینید انور رجوع میکند. انور بسیار خوب است این نفذ. ببینید حرکت هایش بسیار چشم رس است. ببینید در پشت زر نمیزند انور، چون که میدوند آن ضربه هایی که ممنوع است. پس برای چی؟ به قول دیگر با خود یک باری گران رو پشت را میکنیم. پس انور ضربه میزند دوستان عزیز. این انور است از کنج کبوت نماینده جمهوری تاجیکستان در وزن 60 کیلو. انور رو اندک بزرگتر ببینیم، چون که قبلا 56 کیلو بود، در حال باشه 60 کیلو تغییر وزن کرده است. خب ببینید حرکت های خیلی هم جالب، بسیار هم خوب، بسیار هم آزاد و همچنین حالت هایی که انور بسیار میخواهد. راند دوم انجام رسید دوستان عزیز. لحظه پس عباس نعمت‌اللهیف برای انور، رقیب انور به فکرم در اینجا لعب برداشته است در همین ضربه هایی که از جانب انور بود. ببینید رقیب نمیرساند، اما انور بسیار قوی، هوک از 2 سانت و این منوی را دارد که پیش صفی هم انور را باز هم قوی تر میسازد و انور ضربه هایش را به نشان میرساند و همانا به نشان میرساند و اینجا خالهای دوران. من امید دارم که انور رو این بنده گفته است. بله انور پیش صف می باشد. 20-18 انور پیش صفی انور را تصدیق می کند، اما حالا هم شتاب کردن برای ما اندک وقت تر است. اما ما به قدر می توانیم بگوییم که راحتی بازی های المپی را ما علیه ای باکس کم هم باشد، 1 تا هم باشد که قبلا 4 سال پیش 4 تا بود، اما این نوبت کم باشد، کم هم باشد برای ما هم کافی است. انور به دست آورده است. یک مقوله دیگر است که 200 مرد جنگی بیش از 100,000. شاید در این مقال با کار رود برای ما. این نباید ورزشکاران جمهوری تاجیکستان هنرشان در بازی‌های المپی ریو قوی تر باشد، چون که کامران است در آنجا دلشاد است و اگر انور تواند، انور است. خب چی است؟ کوشش است. محمد عبدالرحمنوف است. محمد را نیز نمیتونیم فراموش کنیم. محمد از روی جوسا و از روی قد خوب است. ما باوری دارم از محمد نیست. خب ببینید با ضربه های انور اینجا اندر لغزش بود، برعکس هجوم های انور بودند که به سمت رقیب بودند. رقیب نیست مسئله را دورتر کرده است. اکنون برای انور ببینید جهیش حرکت ها بسیار هم عالی است. شاید آنمون پیشگویی که فدراسیون بوکس تاجیکستان گفتن که ما وزن 64 کیلو می‌داریم، اما 60 کیلو انور خوب است، چون که آنها گفتن در وقتی که ورزشکاری ترکیه است در آذربایجان مبارزه بردن با او خیلی مشکل است. اما ببینید که انور نوبسته است، همه این ضربه میزند و هدف نزدیک میگردد و قوای خیش را پرزورتر می‌کند. این ورزش است نفرانی که ما رو تماشا میکنین. شبکه ورزش طور مستقیم از نماینده جمهوری تاجیکستان کنج کبوت، دست پوشک‌های کبوت، لباس‌های کبوت انور را برای شما نمایش می‌دهد. انوری که چندین مراتب پرچم برداری این کشور و این خاک و مرز تاجیکستان گردیده است. پس این اول نیست، باید ضربه زند. ترک دفاع نمی‌کند، اما انور در دفاع خیلی قوی است، چون که تجربه ببینید برای امکانیت داده است. ترک هرچند خود را اما از من خصلت انور را با رای جونز میبینم بسیار هم، چون همان مشتری معروفی آدم رای جونز حرکت هایش خوب است، اگر باکس کند بسیار خوب است. همان حرکت هایی که رای جونز دارد خود از یک سمت به سمت دیگر برای انور نیست امکانیت خوب بوده است. چی است؟ باز ضربه. این راند سوم نیست، پشتی سر میگردد دوستان عزیز. ببینید
ضربه های هر لحظه این ورزشکار جمهوری تاجیکستان را انور را ببینید که انور چگونه با مهارت بلندش برای المپیادا مبارزه میبرد. میخواهد که در برزیلیا باشد، در ریو د ژانیرو باشد. در ریو د ژانیرو شرکتش در بازی المپیک مقصد یگانه است. خب راند سوم نیز به انجام رسید اکنون دوستان عزیز. ببینید عباس میندار است، به فکرم قناعت بخش است. هنری انور نماینده ترکیه باشند، به قدر خسته میتوان در نهار شاید از پیروزی انور باشد که این نماینده جمهوری تاجیکستان الکی چی است. دوستان عزیز لحظه پس شما شرکت انور را در بازی های المپیک ریو میان میسازید. در یک جایگی ببینید تنها و تنها بالا برداشتن دست یکی از مشتزنان آنها را بر راه ریو برده میرساند. بلو کورنر انور یونوسوف، این نماینده جمهوری تاجیکستان است. پیروزی مبارک برای مردم تاجیکستان. این راحتی بازی های المپیک است که در باز ما در رشته باکسی انتظارش بودیم. اکنون انور استقبال از پیروزی میکند. این پیروزی انور است که دوستان عزیز ما او را میبینیم. انور را همه از مغولستان، از برزیل، امریکا داوران همه 27 یعنی 30 پیروزی کامل انور را برای او هدیه میکند. این راحتی بازی های المپیک است. بله این راحت است که در ما انتظارش می‌داریم. در حالت تکرار نیست. انور چگونه مبارزه خوب برد و راحتی بازی های المپیک را دوستان است. انور فرداریش میتواند انیق برآمد میکند. ببینید والت کوالیفیکیشن ایونت میگویند این مسابقه جهانی کوالیفیکاسیونی به حساب رود که میان مردان در وزن 60 کیلو ادامه بود. قطر با هلند مبارزه میبرد دوستان عزیز. نماینده قطر حکن است، نماینده هلند باشد